سلام و درود بیننده عزیز. در برنامه اخباری آزادی با شما من مومین احمدی هستم. امروز 22 ایول است. سرخط خبرها. سرنوشت 4 روزنامه‌نگار زندانی در تاجیکستان. امبودسمن تاجیک گفت شکایت آنها را به دادگاه عالی رسانده است. ما میپرسیم ما خطی گروه مانیتورینگی سوالای خطی هم دارد که مخفی است میتید با جوابش میگیرد. در زمانی که جو بایدن از شرکت در انتخابات از حزب دموکرات آمریکا کنار رفت، در تاجیکستان حزب اصلاحات اقتصادی رهبری جوان انتخاب کرد. هدف اساسی برای سطح بالا برداشتن سطح اقتصادی جامعه پیش بری شده است. طبق همون فعالیت وکیلان دومای دولتی به پلیس روس حق میدهند که مهاجران را در 2 روز از روسیه پیش کنند. برنامه را با خبری از سرنوشت 4 روزنامه‌نگار زندانی آغاز میکنیم که تلاش دارند بیگناهیشان را ثابت کنند. امروز امبودسمن تاجیکستان گفت عریضه روزنامه‌نگاران را درباره بازبینی حکمشان به دادگاه عالی رسانده است. عبدالستار پیرمحمدزاده، دلیر امامعلی، عبدالله غربتی و ذوقی‌بک سیدامینی که به سالهای طولانی زندانی شدند میگویند 2 سال باز بیگناه در زندان نشستند. سازمان‌های بین‌المللی نیز میگویند آنها گناه ندارند و باید آزاد شوند. همکارم برادی یوسفی و علیشیر ظریفی در این باره گزارش دارد. با خانم مسکالکو و امبودسمن روسیه من صحبت تلفنی داشتم. اگر شما شنیدید وکالتدار اوید به حقوق انسان و یا امبودسمن تاجیک به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی را در مورد ناراضگیشان از حکم دادگاه رسانیده است. این نکته را امید بابازاده امبودسمن تاجیک در نشست خبری نهاد زیر رهبریش بیان داشت، ولی گفت پاسخ دادگاه عالی به آنها دسترس نشده است. او گفت پاسخ دادگاه عالی باید به خود خبرنگاران و بلاگران زندانی رسیده باشد. ما مراجعت کرده بودیم به استودیو عالی در مورد بازبینی پرونده‌های 3 نفر بلاگر. البته مراجعت کردیم در به مورد بررسیشون بود. البته ما میپرسیم ما خطی گروه مانیتورینگی سوالای خطی هم دارد که مخفی است میتید با جوابش میگیرد. ما صحبت میکنیم. خودی من صحبت کرده بودم هنگام بازدید، گفتن که شرایطی که در این حال هست یگان پرابلم نداریم، فقط در مورد باز هم تکرار شود اگر انمون بازبینی پروندهشون باید میکند ناراضگی از بالای کنش. دیدار امبودسمن تاجیک با روزنامه‌نگاران زندانی عبدالله غربتی، دلیر امامعلی و ذوقی‌بک سیدامینی در محبس معروف با یکم سویتسکی پایتخت صورت گرفته است. همچنین نمایندگان این نهاد با عبدالستار پیرمحمدزاده دیدار و ملاقات داشتند. اما نزدیکان روزنامه‌نگاران زندانی میگویند هنوز از جزئیات پاسخ دادگاه عالی خبردار نیستند. ما به سود عالی مراجعت کردیم برای همین قضیه عبدالله شان. یگان کس به جدی به نظر نگرفتند. یگان جواب تا حال به ما نیامدند. تا حال یگان معلوم نشد، یگان دیدن ندیدن نمیدونم. یکی ما گناه های عبدالله را به فکت و دلیل اثبات نشد. تا حال ما امید دارم که خیلی یگان کس البته هست که میبینم این قضیه عبدالله شونه. دیدار و ملاقات امبودسمن تاجیک در حالی است که نمایندگان این نهاد از بعضی محکوم شده‌هایی که پرونده‌هایشان سر و صدای زیاد داشت خبر نگرفتند. از جمله گفت عبدالخلیل خلیلزاده و عبدالقادر رستم با آنها مراجعت نکردند. مشخص پیشنهاد شود که امین شخص رفته وای باشد، عرض باشد، او رفته خبر میگیریم. پدر سرباز مراجعت کرده بود، رفته دید با خودی پدر سرباز رفته خبر گرفتن. بعد دیگر حالاتو هفته گذشته اتحاد اروپا از وضع حامیان حقوق روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی در تاجیکستان نگرانی کرده بود. نمایندگان اتحاد اروپا از مقامات تاجیک خواستند پرونده روزنامه‌نگاران و بلاگران را بار دیگر تحقیق کنند. نمایندگان این سازمان با مقامات تاجیکستان گفتند جامعه آزاد و فعال شهروندی یکجا با رسانه‌های آزاد همگانی برای رشد جامعه دموکراتی مهمند. مقامات تاجیکستان از ماه می سال 2022 تا اول سال 2023 8 خبرنگار و بلاگر را دستگیر و از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. برنامه را با گزارش از امریکا دوام میدیم. روز یکشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن خود را از نامزد شدن برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی کنار کشیده از اعضای حزب دموکرات آمریکا دعوت کرد که از نامزدی معاونش کامالا هریس پشتیبانی کنند. ماه گذشته بایدن 81 ساله در مباحثه مستقیم تلویزیونی با نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ موفق نبود و از این رو برخی از رهبران این حزب
طلب داشتند که بایدن از سبقت پرزیدنتی بیرون شود. بعد اعلان دیروزه یکی در رهبران حزب دموکرات و از جمله سابق پرزیدنت بیل کلینتون از نامزدی هریس پشتیبانی کردند. تفصیلات بیشتر در گزارش شادمانی یتیم. وقتی جو بایدن سال 2021 به حیث رئیس جمهور آمریکا سوگند کرد، کامالا هریس اولین زنی بود که به مقام معاون رئیس جمهور پذیرفته شد و اولین زن است که والدانش سیاه‌پوست و آسیایی هستند. در سخنرانی پس از پیروزی در انتخابات سال 2020 به راه پیموده‌اش اشاره کرد. شاید من اولین زن در این مقام باشم، ولی آخرین نخواهم بود، زیرا هر دخترک که ما را تماشا دارد می‌بیند که اینجا کشوری امکانات است. کامالا هریس در مقام معاون پرزیدنت اساساً پس صحنه کار می‌کرد. بایدن به او دستور داده بود که بحران مهاجرت از مرزهای جنوبی به آمریکا را حل کند که از نظر بسیاری‌ها یک مسئله حل ناشدنی است. کار او هم در این زمینه موفقیتی نظررسی نداشته است، ولی بعداً در مسئله سیاست خارجی نقش مهمی گرفت و هیئت آمریکا را در کنفرانس صلح اوکراین در شویتساریا رهبری کرد. امریکا در کنار اوکراین ایستاده است، زیرا به منفعت استراتژیکش است. ما در کنار هیئت‌های 90 کشور هستیم که صلح عادلانه در اوکراین به منفعت استراتژیکشان است. کامالا هریس سال 1964 در خانواده مهاجران از هند و یامایکا به دنیا آمده است. او حقوق شناسی خوانده، به حیث مفتش کار کرده و به مقام دادستان زادگاهش ایالت کالیفرنیا رسیده است. سال 2017 وکیل ایالت کالیفرنیا در سنات پالات بالایی کنگره آمریکا انتخاب شد. 2 سال بعد خود را داوطلب نامزد به مقام رئیس جمهور از حزب دموکرات و رقیب دونالد ترامپ اعلام کرد. بعداً از رقابت بیرون شد، از نامزدی بایدن طرفداری کرد و پیشنهاد او را برای معاونی پذیرفت. کامالا هریس با دک امهاف، یک حقوق شناس، ازدواج کرده است. 2 فرزند امهاف مادر-اندرشان را مامولا نام میبرند. در نظرسنجی ها کامالا هریس مثل بایدن طرفداری کمتری دارد، ولی حالا باید دید در کارزار با سرعت تغییر یابنده انتخاباتی او چگونه دل رای دهندگان را به دست می آورد. این بود گزارش درباره نامزد احتمالی برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی آمریکا. ابتدای ماه آگوست انجمن حزب دموکرات آمریکا نامزد این حزب برای سبقت پرزیدنتی ماه نوامبر را تصویب خواهد کرد. در همین حال روز شنبه غیرمنتظره در دوشنبه انجمن حزب اصلاحات اقتصادی دایر شد و در کمتر از 1 ساعت تمام مسئله ها و از جمله تعیین رهبر نوی حزب و یاوران او حل و فصل شد. ارشاد سلیمانی و امیر صایف گزارش می‌دهند. انجمن غیر نوبتی حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان روز 20 ایول رئیس این حزب را عوض کرد. به جای رستم رحمتزاده 63 ساله، غیاث‌الدین اشورزاده 48 ساله رئیس حزب انتخاب گشت. این تغییر با برنامه‌ریزی پیشکی جریان گرفت و انجمن بدون کمیسیون مندتی و اعلان حد نصاب یا کوارم وکیلان برگزار شده، نامزد الترناتیوی، اعلان برنامه‌های گوناگون نامزدها و رقابت برای اشغال کرسی رئیس حزب به نظر نرسید. راهبری نو را مانند یک میراثگذاری رئیس اکنون پیشین حزب که بعداً معاون رئیس نو شد پیشبری کرد و از لحظه پیشبری آشکار بود که آن انتخاب و تصدیق خواهد شد. برای آنکه ما در انتخابات وکیلان دعوتی هفته مجلس نمایندگان مجلس عالی موفق شویم، من تکلیف میکنم که یکی از جوانان رئیس رو با عهده گیرن، برای که این علاقه ما این دوره رو یک بار از سر گذراندیم، موفق شدیم. همه موفقیت رو در سال 2025 ما چیکار کرده توانیم دوام داده توانیم و من با حیث رئیس حزب اشورزاده غیاث‌الدین مرحمت رو پیشنهاد میکنم اینکه از نامزد علم‌های اقتصادی اعضای فراکسیون حزب اصلاحات اقتصادی در پارلمان در کمیته مالیه و اقتصاد علاقه دوامی قریب 5 سال شد فعالیت میکنن، شخص جوان هستند، با غیرت هستند. غیاث‌الدین اشورزاده رئیس نوی حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، استاد دانشگاه و خادم علمی بوده. در سال 2020
بر اساس رویخط حزبی وارد پارلمان شده است. براستی امروز که علاقه این وظیفه پرمحصول به ذمه من گذاشته شد و من در آینده طبق آن یعنی آن پیشنهادها آن هدفهایی که در حزب واگذار شده است آن پیشنهادی که از جانب یعنی اعضایان حزب می شود و طبق همان وانه فعالیت به راه میمونیم و آن چون شما قید کردید در پارلمان در همون جبهه‌هایی که امروز برای پیشرفت جامعه یعنی هدف اساسی برای سطح بالا برداشتن سطح اقتصادی جامعه پیش بری شده است طبق همون فعالیت میکنیم. در این انجمن حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان دیگرباره مشرب فیض‌الله زاده رکتور دانشگاه اسلاویانی معاون اول، سرویناز مجیدزاده و حیدر رحمتزاده به صفت معاونان رئیسی نوی حزب انتخاب شدند. رستم رحمتزاده رئیس اکنون سابق حزب نیز یکی از کرسی‌های معاون رئیس حزب در امور سیاسی و تربیت کادرها را صاحب شد. انجمن به صورت عموم 56 دقیقه دوام کرد و تا انجام ریاست آن را خود رحمتزاده به دوش داشت که همه مسائل دستور کارش را با موفقیت حل کرد. حزب مذکور دومین حزب از 7 حزب رسمی تاجیکستان شد که در 3 ماه اخیر انجمن غیر نوبتی برگزار و رئیس نو انتخاب کرد. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. از این پس پلیس روسیه حق پیدا می‌کند که در 2 روز یعنی 48 ساعت مهاجران را از این کشور اخراج کند. تاکنون قرار اخراج مهاجران از روسیه تا 90 روز یعنی 3 ماه میتوانست طول کشد. این تغییرات در طرح نوی قانون مهاجرت روسیه وارد شده است. در صورت تصویب قانون، خارجیانی که در نسبتشان قرار اخراج از روسیه صادر شده است بیشتر از 2 روز دیگر در خاک این کشور نمیمانند اگر دادگاه در این مدت قرار دیگری قبول نکند. در طرح نوی قانون گفته شده است که پلیس حق دارد به قرار دادگاه هم خارجیان را از روسیه بیراند. و حالا رو می‌آوریم به ولایت پیرم که آنجا ساختمان یک مسجد مسلمانان باعث اعتراض ساکنان محلی شده است. هفته گذشته رهبران کلیسای محلی ابراز داشتند که در روسیه طول عصرها نصرانی‌ها و مسلمان‌ها کنار هم می‌زیستند و برانگیختن اغوای دینی با بهانه ساختمان مسجد به متحده مردم ضربه می‌زند. طاهر سفر گزارش می‌دهد. روحانیان کلیسای کوریا در شهر پرمی روسیه از مردم خواستند با بهانه ساختن مسجد در این شهر بین ملت‌های گوناگون دشمنی و خصومت برانگیزند. ساختمان مسجد در اینجا سبب بحث زیاد و مخالفت مردم محلی شده است. نمایندگان کلیسای کوریا در یک بیانیه در صفحه خود در کانتاکت نوشتند سالهاست مردم گوناگون ملت پرم کنار هم در صلح و آرامی زندگی می‌کنند. بسیار غم‌انگیز است که گروهی از اغواگران می‌کوشند مناسبت بین ملت‌ها را در شهر ما پیچیده کنند. آنها با سوء استفاده می‌خواهند به هموطنان خود از موقع قدرت نگاه کنند و سعی دارند گروه‌های ستیزجو تشکیل دهند. آخر ساختمان مسجد را ساکنان شهر ما برنامه‌ریزی کردند و به اینجا نمازگزاران نه فقط از حساب مهاجران بلکه خانواده‌ها و مردم بزرگ شده و تربیت دیدگان پرم می‌آیند. در بیانیه راهبان کلیسای کوریا آمده است نصرانیان و مسلمانان ارزش‌های یگانه اخلاقی دارند که آن هم احترام به کلانسالان و محبت به سرزمین است. مسجد در محله کوره بالا را فرزند ریوخت ابراهیموف یکی از تاجران ثروتمند پرم می‌سازد، اما مردم محله آن را نمی‌خواهند. انور حضرت ابلویف مفتی این منطقه چند پیش گفته است که مخالفان ساختمان مسجد سعی دارند بین مردم گوناگون ملت در اینجا نزاع برانگیزند. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.